در کرمان جوانی خوش‌سیما و عارف میزیست که با یک سیم تازه بر ستار نامش تا همیشه در تاریخ ماندگار شد. مشتاق علی شاه. او مرید شاه نعمت الله ولی بود و برای اولین بار سیم 4 ستار را افزود، سیمی که هنوز به نام سیم مشتاق شناخته می شود. هر روز روی پله‌های مسجد جامع می نشست و آیات قرآن را با صوت ستار می خواند. صدایی که مریدان بسیاری را جذب کرد. حتی ملا محمد تقی که روزی مخالف سرسختش بود و با یک نگاه نافذ مشتاق دگرگون شد و به جمع مریدان پیوست. اما دشمنانش هم کم نبودند. 27 رمضان 1206 وقتی از نماز مسجد جامع بیرون آمد، به فتوای ملا عبدالله به جرم خواندن قرآن با نوای ستار سنگسار شد. درویش جعفر مرید وفادارش خود را سپر کرد و همراه او جان باخت. همانجا بود که ملا محمد تقی رسید و گفت: این شهر خونبهای مشتاق است. مزار مشتاق علی شاه و یارانش امروز در گنبد مشتاقیه کرمان یادگار صدای ستاری است که با خون خاموش شد. اگر می‌خوای قصه های واقعی کرمان رو بشنوی، صفحه ما را دنبال کن.